سوال ما این است: ما در مکاتب پاکستان خواندم و اسلامیات دنیا تمام اینها را خواندم، درست است؟ در آنجا یک استاد با نام کاری کرامر داشتیم، فعلا فوت کرده، الله جنت ها را نصیب آنها بگرداند. در کتاب های آنجا نوشته بود که نبی محمد نور تمام انبیا است، درست است؟ از طرف دیگر برنامه های زیاد شما را تماشا کردم، شما کلمه حسایی را استفاده می کنید، ما حسایی نیستیم، درست است؟ انجیل را خوانده اید، در تمام انجیل کلمه حسایی وجود ندارد، درست است؟ شما این نام را به ما داده اید. دوم، کدام پیامبر زیادتر با جلال می باشد؟ برادر عزیز، مجری گفت در 2 یا 3 جمله سوال خود مطرح کنین، زیادتر از او را سخنرانی میگن. سوال شما چی است؟ سوال کنین تا جواب بتم. در 2 یا 3 جمله سوال کنین، ما باید به کلگی جواب بتیم. ما هم میخوایم مثل شما پیشرفت کنیم. پس یک تالار اجاره بگیرین و به وسیله کاغذ اطلاع رسانی کنین که میخوایم سخنرانی کنم. هر کسی آمدنی باشه میآید. ما هم اما فعلا مردم به خاطر شنیدن سخنرانی شما نامدن. این مرحله سوال و جواب است. در 2 یا 3 جمله سوال خود مطرح کنین. شما بگویید از این دو پیامبر کدام یک با جلالتر بود؟ کدام 2 پیامبر؟ محمد پیامبر و عیسی مسیح. برادر ما سوال کرد که از میان حضرت محمد صلی الله و عیسی علیه السلام کدام یک زیادتر با جلالتر، یا ترجمه اگر کنیم کدام بهتر خواهد بود؟ کدامش بهتر با شکوه تر بود؟ نه خیر، با شکوه. با شکوه. خب جلال هم گفته میتوانید. خوب خواهد بود اگر بگویید که قداست کدام یک با شکوه تر است. میخوایم این را برای ما واضح بسازید. برادر سوال میکنه که کدام یک بهتر به دنیا آمد. مقدس به دنیا آمدن یعنی کدام یک زیادتر اصیل به دنیا آمد. یک عیسوی با سوال خود میخوایم مرا هدایت کنه. علمای عیسوی اکثرا همین کار انجام میتن، سوال میکنن کدام یک اصیل تر به دنیا آمد. مشخص است که محمد صلی الله به طور طبیعی به دنیا آمد. او پدر و مادر داشت. عیسی علیه السلام مادر داشت اما پدر نداشت. پس علمای عیسوی اکثرا همین سوال مطرح میکنن. اول میچرخونن بعد سوال میکنن. ای که حضرت محمد پدر و مادر داشت، عیسی علیه السلام مادر داشت اما پدر نداشت. حال کدام یک با شکوه تر است؟ کدام یک با شکوه تر است؟ جواب این سوال ای است. در قرآن آمده، سوره آل عمران چپتر 3 آیه 59 میگه ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. بیگمان مثال عیسی نزد خداوند مانند مثال آدم است. او را از خاک آفرید، سپس به او گفت شو، پس شد. اگر بخواین که عیسی علیه السلام برتر بدانن و او خدا است به خاطر که بدون پدر به دنیا آمده، پس آدم علیه السلام برتر می باشد به خاطر کنه پدر داشت نه مادر. نه خیر، آدم را خدا آفریده بود. برادر عزیز، شما سوال خود مطرح کردن، حال جواب مرا بشنون. جواب من خلاص نشده. اگر میخواین که سخنرانی کنن تالار کرایه بگیرن و اعلامیه نشر کنن. زمان سخنرانی نیست، وقت سوال و جواب می باشد. جواب مرا بشنون. اگر اونا میگن که عیسی خداست به خاطر که او پدر نداشت، باز آدم علیه السلام مطابق انجیل و قرآن برتر می باشد به خاطر که نه پدر نه مادر داشت. پس دلیل اینجاست که الله متعال خالق می باشد. او هر چیز خلق کرده میتونه. به طور عموم برای دنیا آمدن یک طفل پدر و مادر نیاز است. اما الله متعال بدون پدر و مادر خلق میتونه، مثل آدم علیه السلام. او بدون پدر و مادر خلق شده. عیسی علیه السلام هم پدر نداشت، با مرد و بدون زن مثل بی حوا. الله سبحانه و تعالی خالق است. پس بدون پدر به دنیا آمدن عیسی علیه السلام را خدا ساختن نمیتونه. این به هیچ وجه راه نداره. اگه این قسم باشه باز آدم علیه السلام برتر است و این را عیسوی‌ها نمیپذیرند. پس به می خاطر است که قرآن میگه وقت با غیر مسلمان‌ها گپ میزنین تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. بیاین سوی کلمه راست میان ما و شما. پس علمای عیسوی به این شیوه کوشش میکنن که ماهی بگیرن. اونا کوشش میکنن مسلمان‌ها را با بیان آیات قرآن در چنگ خود بگیرن و مسلمانانی که درباره ادیان مختلف نمیدانند فریب اونا را میخورن. اگر سخنرانی مرا تحت عنوان عیسوی چطور فریب میدهند، در عیسویت چطور فریب کاری صورت میگیره، اونا مردم را چطور با موارد دروغ اسیر فریب های خود میسازن. سخنرانی کامل ما وجود داره. در اونجا توضیح دادم که علمای عیسوی چه قسم برای گرفتن ما کوشش میکنن.
ما به چی عقیده هستم؟ من نباید کسی را فریب بتم. ما به حق ایمان دارم، قسمی که در سخنرانی خود گفتم. حق آمد و ناحق از بین رفت. به راستی ناحق برای از بین بردن وجود دارد. چیزی را که عیسویا میخواین بگویند ما با شما میگم. در انجیل جان چپتر شماره 16 آیه 12 الی 14 چیزای زیادی برای فرستادن به شما دارم، اما شما او را فعلا درک کردن نمیتونید تا زمانی که آن ذات مبارک خلق شود و شما را به سوی راستی هدایت کنه. او از جانب خود چیز نخواد گفت، هر چیزی را که بشنوه همو را میگه. پس ما از اینجا میفهمیم که عیسی علیه السلام درباره آمدن آخرین پیامبر گپ زده و نام او حضرت محمد صلی الله می باشد.